چیزی که ما برای شروع نیاز داریم همونطوری هم که اول ویدیو دیدین یه المنت مخصوص اتوه. با ما اینو از کجا میتونیم گیر بیاریم؟ از یه اتو خراب، یه اتویی که المنتش نسوخته باشه. و حقیقتش رو بخواید اولش من توان اینو نمیدونستم. خب چجوری توانش رو اندازه بگیریم که چند واته؟ هیچ دیگه زدمش به برق شحن 220 ولت و جریان کشی با مولتیمتر اندازه گرفتم. 4 آمپر جریان میگیره. خب فرمول اندازه‌گیری توان با پارامترهای ولتاژ و جریان V ضرب در آیه که با میاد توانو میده. خب خیلی ساده با یه ماشین حساب اگه بخوایم حساب کنیم 220 رو ضرب در 4 بکنیم میشه 808. ببخشید 880 وات. ما اینجا یه المنت تقریبا 9 کیلووات داریم. اومدم گردش کردم 900 وات. بعد اگه بخوایم به کیلووات حسابش کنیم میشه 9 کیلووات. زیاده، عدد بزرگیه. و همینطور هم که اینجا میبینیم من زدمش به برق و اومدم روی یه برد خرابی تستش کردم و نتیجه که گرفتم داغون بود. درست بود که مثلا تونستم این قلعه روی برد رو آبش کنم، اما خود بردم داشت دیگه یواش یواش آب میشد. یعنی کلا داشت دود میداد، یه بوی گند فیبرو نمیدونم بقیه قطعاتی که روش بودن. و اینطوری بگم که کلا 3 روز کامل اتاقم بوی گند فیبرو سوختگی و اینا رو گرفته بود. و حقیقتش رو بخوام اصلا 3 روز نتونستم تو اتاق بخوابم. کلا پنجره ها باز بودن ولی این بو نمیرفت. خب پس چیکار کنیم؟ باید بیایم توانش رو کمتر کنیم. چجوری کمتر کنیم؟ ببین راههایی که هست یکیش اینه که دیمر ببندیم. دیمر چیه؟ دیمر میاد وسیله های الکترونیکی آنالوگ مثل همین هیتر یا مثلا لامپ های رشته ای، نه مثلا کم مصرف اینا رو میاد تواناشون رو کمتر میکنه. یعنی در واقع تواناشون رو در واقع میاد متغیرش میکنه که اونو حقیقتا حالشو نداشتن درست. یه راه دیگه بستن دیوده. یعنی شما میاد یه دیود میبندین، این دیوده میاد چیکار میکنه؟ میاد نیم موجش میکنه. این نیم موج کردنش باعث میشه که برقی که بهش میرسه 1/2 بشه، نصف بشه. انگار مثلا 110 ولت وصل کردی. در اینطوری نیست، اصلا 110 ولت بهش وصل نمیشه. اما با توجه به این نموداری که اینجا میبینید در واقع اومدیم نیم موجش کردیم، انگار که مثلا 110 ولت دادیم، یعنی 110 ولت میدادیم توانش اینقدر افت میکرد. اما با توجه به اینکه المنت 4 آمپر جریان میکشه، یه ذره جریانش زیاده، نیاز داریم به دیودهای قدرت، در واقع اون دیودهای توان بالا. من چون نداشتم این دیودو، البته از این قوی ترین دیودهایی که داشتم استفاده کردم. 3 تاشو اومدم موازی بستم. این موازی بستنه باعث میشه که تحمل جریان و گذردهش بیشتر بشه. راست این دیودایی که خودم داشتم 3 آمپر بودن، 3 تاشو من موازی بستم شدن 12 آمپر. دیگه خیالم راحت گیری اصلا نمیشه. خب پس ما تا اینجا اومدیم درستش کردیم. البته امیدواریم که درست بشه و با یه دیودی سری بستیم که توانش نصف بشه. یعنی مثلا این 9 کیلووات یا در واقع همون 900 کیلووات شد 450 کیلووات. اوکی، و الان مرحله تسته. یه چی دیگه میزنیم به برق و تستش میکنیم ببینیم چی میشه. من اینجا یه برد مدار پاور بانک دارم که این سوکت شارژش خراب شده. میخوام با این هیتر سطحی که درست کردیم ببینم میتونم درش بیارم این سوکت رو یا نه. خب خوبه، سرعت داغ شدنش اومده پایین ولی بازم هنوز داغه. طبیعیه دیگه، خب باید داغ کنه. خب راستی الان ما اینجا رسیدیم به اینجا. من اینم بگم یکی از ایرادهایی که هیترهای سطحی دارن همینه که الان ما اینجا به این چالش که برخوردیم اینه که روی بردها یه طرفه به در میخورن. یعنی روی بردایی که روی یه طرفشون قطعات SMD باشه، روی سمت دیگه‌اش مثلا اگه بازم قطعه SMD باشه به دردمون نمیخوره، چون نمیتونیم صاف بذاریمش روی این صفحه هیتر اتو. اما خوشبختانه چون من میخوام این سوکتشو در بیارم، این گوشه برده راحت میتونم بذارمش روی این سطح المنت رو کارم انجام بدم. فقط برق ما رو نگیره، من نخورم به این. وای میخورم. آقا من چپ دستم ولی مجبورم با دست راست انجام بدم چون اینور میترسم به اتصالاتی که برق شرط وصل کردم بخوره برق بگیره. ببین کسی هم تو خونه نیست به دادم برسه. اوکی، من میترسم اون قطعای SN که کنارشن اونها ماسید ببینم از جاشون در بیان. بیچاره شدم. احساس میکنم گند زدم چون توانش نصف شده نمیتونم این قلای دور و برش آف کنم. آ داری چیکار میکنی؟ نشد. دیودا انقدر داغ میکنن لحیمشون ذوب میشه، از هم جدا میشه. درست حسابی به هم چسبوندم. دوباره امتحان کردم. یه 2 دقیقه که گذشت یه انفجار کوچیکی رخ داد و همه دیودها با هم دیگه از هم جدا شد. از نتیجه گرفتم اصلا این دیود به درد نمیخوره. با خودم گفتم اصلا گوره همه چی اصلا ول کن، بدون دیود وصل میکنم. من این کارمو راه بندازم. من اینو میخوام درش بیارم. این سوکته باید از جاش در بیاد. اوکی، مستقیم زدم به برق. یه 2 دقیقه بازم گذشت، بازم ترکید. یعنی پایه‌های المنت که وصل میکنم از جاش در میاد. با یه انفجار کوچیکی میترکه بعد سیما از جاشون در میاد. پس باید بریم سراغ دیمر. این جناب دیمر رو باید درستش کنیم. من حوصله خریدنشو ندارم. و این فکر کنم این پارت ای که درست کردن هیتر سطحی مونه. من حقیقتا نمیدونم چرا این ویدیو رو میخوام یوتیوب بذارم، چون از صبح داشتم سرش فکر میکردم چیکار کنم چیکار نکنم. خیلی دوست داشتم که تو این پروسه ساخت این پروژه
با من شریک باشین، با هم دیگه فشار بخوریم سرش، هم شما فشار بخورین فوش بدین تو کامنت ها، هم من اینجا به خودم فوش بدم. پس منتظر پارت 2 هم باشید که میخوایم با دیمر تست رو انجام بدیم و ببینیم چه اتفاقی میفته و حتما باید با دیمر 1 کیلووات این کارو انجام بدیم.